آقا افشاگری براتون آوردم. آخوند در حد تیم ملی، یعنی 18 پلاسه. فقط 18 شو بذارید کنار، اون پلاسشو نگه دارید. ضمناً ناگفته های ترامپ هم تو سفری که تو این منطقه داشت و به شما نگفت و من اینجا میدونم، دستم رسیده، تو همین ویدیو بهتون میگم. یا آخوندی که میخوام بهت بگم، قشنگ میری پشت سرش نمازخون میشی. تو اینستاگرام یه 10-12 تا از این طلبه حالا روحانی آخوند اسمی که میذارید با هم وصلیم، با هم صحبت میکنیم، گهگداری سر به سر هم میذاریم، یه واتساپ گروپی هم داریم، گاهی با هم صحبت میکنیم. یکیشون هست، یعنی پایین شهر تهران، نمیدونم کجا میشه، از فیلمی که از پشت روم خونهشون فرستاد فهمیدم کجا زندگی میکنه. خدا شاهده ازش اجازه گرفتم شاید بذاره این فیلمو پخش کنم براتون. یعنی صبح که بلند میشه برای نماز صبح، رو پشت بوم خونش، حالا نمیدونم موبایلش هم چیه، نورش از نور شمع امامزاده هم کمتر بود. یه طرف پشت بوم پرنده ها رو دون میداد، این ور پشت بوم گربه غذا میداد. بعد کلا پشت بوم 4 قدم بود، یعنی قدم پنجم میفته تو کوچه. بعد کوچه رو گرفت، تاریکی روشنی، نه او 7-8 تا سگم جلو در خونه. بعد این کیسه رو از بالا توش ماکارونی و استخون و اینا بود، گوشش رو پاره کرده بود، مینداخت پایین. گفتم حاج آقا چرا نمیری خب پایین جلو در غذا بدیم؟ گفت همسایه‌ام میترسن ببینن ازن فیلم بگیرن. گفتم من کار بد داره انجام میدی. بعد گفت صبح که میخوام برم فقط دستکش بار مصرف دستم میکنم، کیسه رو بندارم که تو کوچه کثیف نباشه. میخوام بگم که ببینید اصلا به این نیست که شما دلت به کجاست و چی داری فکر میکنی، نیت آدم خیلی مهمه. و بهش هم گفتم حاج آقا الان شما این کارو میکنی، بذار ویدیوشو بگیریم تو اینستاگرام بذاریم، یه خود فرهنگ سازیشه اینا. گفت نه مردم دست میگیرن و فلان و میگن تو چرا این کارو میکنی، روحانی هستی، این صحبت. حالا بماند که من خیلی میشناسم که این کارو انجام میدن. بعد گفتم چقدر حاج آقا خرج میکنی؟ خب خونش معلومه کجا زندگی میکنه دیگه. برگشت گفت من روزی 300,000 تومان دارم برای پرنده ها و گربه ها و سگا، حالا همینجوری دلی نظری خرید میکنم. گفتم من تو کلا چقدر درآمدته؟ گفت مثلا ماهی 18 تومن 20 تومن. تازه گفت من غروبا لباسمو عوض میکنم که نشناسن، با ماشین کار میکنم، 1-2 جام تدریس میکنم و فلان. میخوام بگم که ببینید که ما کیا رو دور و برمون داریم و نمیبینیمشون گاهی اوقات. یه چند نفرم گاهی تو اینستاگرام میان یه ویدیوهایی میذارن که آقا اکوسیستمو میریزید به هم، شما به حیوونا غذا میدید. نه این خبرا نیست. اکوسیستم اون موقعی به هم خورد که بابای شما یادش رفت از اون بادکنکایی که مهمون حامد آهنگی تو کیفش میذاره برای مامان شما بگیری که شما نه اکوسیستم به هم بخوره. عجیب ترین چیزی که تو کیفت نگه میداری چی میتونه باشه؟ با ما صادق به خدا من کیف ندارم. ما به کسی نمیگیم کیف نداریم، ولی بعضا بادکنک میذارم که باد میکنم، دوستان میترسیم. مثلا بوده چند باری بادکنک گذاشتم. بادکنک میذاری که باد کنی بتر کنی. آره خیلی از این کارو میکنم. فکر نمی‌کردم از این کارو بکنی. خیلی حال میده. بادکنک دیگه نه؟ آره بادکنک. اکوسیستم ما آدما به هم زدیم، نه جاندارایی که اونا هم حقشون رو کره زمین زندگی کنن. در واقع ما جا اونا رو تنگ کردیم، نه اونا جای ما رو. یه ویدیو دستم رسید از سوریه، یه تیکشو ببینید. راهپیمایی کسایی که طرفدار حیوانات هستن، حامی حمایت از حیوانات هستن، علیه شهرداری تو دمشق. دقیقا مقابلش همین امروز که میشه 28 اردیبهشت 1404 بیشتر پت شاپ های توی دبی از این گرد همایی‌های کوچیکی داشتن که آموزش میدن به طور رایگان از طرف شهرداری و سازمان حمایت از حیوانات برای نگهداری، در واقع سالم نگهداری پت، حیوانات خانگی. ببینید این دوره‌های رایگانیه که تو دبی برگزار میشه برای آموزش بهداشت و نگهداری پت در منزل. ببینید کجا به کجا و چطوری اختلافات پیش میاد و همینا باعث میشه که یه عده سوژه دست بگیرن. همینا باعث میشه که امثال ترامپ پاشه بیاد تو منطقه
برگرده بگه که آقا ببین اینجا مثلا بیابون بوده اینطوری شده، الان ایران اونطوری بوده اونطوری شده. بله چشم داریم، هممون میبینیم دیگه اینجا بیابون بوده اینطوری شده. نگاه کنید از اروپا سبزتر، از نیویورک و واشنگتن قشنگتر و مدرن‌تر. ولی این ور راست گفت، ولی اون ور راستشو نگفت. اون ور راستش انقدر زیاده که اگه بخوام بگم باید رو کاغذ بخونم. یه تیکه کوچیکشو براتون میخونم، تصویراشم براتون میذارم. خب حالا من تونتون بعضی از اون چیزایی که ترامپ نگفت، در واقع 1/10 اون چیزایی که ترامپ نگفت رو میگم، شما عکساشو نگاه کنید. ببینید یکی نفت و گاز پتروشیمی فاز 13 و 14 و 22 و 23 پارس جنوبی، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، همه دنیا میشناسن. انتقال نفت گاز فرآورده طلم به خانه است. 11000 کیلومتر بوده اینا که کار کرده. مخازن ذخیره سازی 6 میلیارد لیتر. پتروشیمی فیروزآباد، پتروشیمی دماوند، فاز 2 عسلویه است. آناهیتاس، کارخونه NGL 1200 خارک، NGL 3200 اهواز، سازهای فراساحلی 10 تا سکوی دریایی وزن 23000 تن، یه سکو حفاری نیمه شناور آب عمیق، حفاری 8 تا حلقه چاه 400 کیلومتر. صنعت و معدن، احداث موتورهای تولید کنسانتره مس سونگون فارس، تقریض مس، کارخونه پالایشگاه مس سونگون، کارخونه تولید آهن اسفنجی، روش احیا مستقیم، معدنی فسفات، معدنی سربروی انگوران، معدن مس ناین، معدن مس یادم رفت اون یکیو، مال جنوب کرمان، مال آهن چاه گز، مال اکتشافی توسعه نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان. راهسازی ها رو بریم. بزرگراه حرم تا حرم، چهاربانده اردبیل مشکینشهر، آزادراه جنوبی تهران قدیر رو میگم، آزادراه عراق خرم‌آباد، مراغ هشرود، اهواز بندر خمینی، تهران ساوه همدان، آزادراه برازجان، گناوه دیلم، بزرگراه دیر بوشهر، بزرگراه زاهدان زابل، بزرگراه تهران آبلی، بزرگراه جمع طاهری، راهن چابهار زاهدان، کرمانشاه خسروی رو میگم، درود خرم‌آباد، یزد اقلید گرگان، اینچه برون، اهواز سربندر، اصفهان کرمان زاهدان، همه اینا راهن و راهها رو میگم. بافق مشهد همدان سنندج قم ساوه، کلی بنای ساختمانی، بیمارستان رازی تهران، بیمارستان رهنمود یزد، بیمارستان بهشتی ارومیه، بیمارستان باهنر کرمان، بیمارستان دایر، باغ موزه دفاع مقدس، پل طبیعت، کلی پروژه راهنی، کلی تونل، کلی تقاطع‌های چند طبقه، فناوری اطلاعات، 10,000 شبکه فیبر نوری مخابراتی، پروژه اپتیک اصفهان که دنیا میشناسن، سیستم هوشمند ترافیک اهواز، سامان کنترل امنیتی شهر کرمانشاه، شبکه آبیاری زهکشی گرمسیری، سامان زهکشی اراضی گلستان، استان گلستان رو میگن، آب بندان، طراحی مهندسی تونل آب کرج، نمیدونم تونل آب گرمسیری، انتقال آب به شمال کرمان، آب رسانی قدی، نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی، مترو تهران پردیس، بیمارستان هزار تخت خوابی تدبیر تبریز، بندر پتروشیمی پارس چی کجا برو. اینا فقط 1/10 اون چیزیه که ترامپ باید میگفت و نگفت. همه اینا که رو لیست براتون خوندم مال قرارگاه خاتم بود. ببینید 29 مرداد 67 جنگ تموم شد، 23 آذر 68 این قرارگاه درست شد. یعنی حاج محسن تا می اومد جمع کنه ببینه کی هست کی نیست، یکی بود یکی نبود، یکی کلا نبود، یکی نصفش نبود، یکی دستش نبود، یکی پاش نبود، تا برگردن اون قرارگاه سازندگی رو درست کنن. تازه اینا فقط بخشی از لیستیه که من دستم رسیده. حالا خیلی چیز دیگه میتونه باشه که هیچکی نمیاد اسمشو بیاره و هیچکی نمیاد توضیح بده. فقط یاد گرفتیم بگیم زمان رضا شاه فلان پل فلان راهن. بله درسته، کسی منکرش نیست. یا زمان حتی محمد رضا یه سری کارهای خوب انجام شده در کنار. همه دولت‌ها اشتباه دارن، همه دولت‌ها نکات مثبت و منفی دارن، ولی دولت‌های عربی خیلی باهوشن، میان همه این ور اون ور رو نگاه میکنن ببینن کجا کی اشتباه داره، اون اشتباه‌ها رو انجام ندن. برای همین شکلی آباد میشه، برای همین شکلی جا میفته. یه آدم از حق نباید بگذره دیگه. نگاه کنید الان گروه بهمن که مزدا رو تولید میکرد، همه میدونن وابسته به کدوم نهاد یا سازمانه، هنوز ماشیناش مثل بنز کار میکنه. درسته؟ پس با وجدان کار تولید شده اومده بیرون، با وجدان کار در واقع ساخت شده. این همه اتوبانایی که ساخته شده دو دوچرخه کنار هم رد نمیشد، میسابید به هم. الان 10 تا تریلی از کنار هم رد میشه بدون اینکه با هم تصادفی استکاک داشته باشه. اینا رو کسی نمیاد بگه، چون نمیصرفه بگه، چون زمانش نیست که بگه.
زمانش که بشه همین آقای بونگایی با اون یکی رفیقش که اونم بونگاییه پا میشن میان اونجا، میذاره رو میز، میگه آقا این بوینگو دارم، کادیلاک دارم، تسلا دارم، اپل دارم، چند میخری؟ اون وقت آقای پزشکیان پولشو بنداز جلوش، معامله کنیم با هم. بالاخره اونا یه چیزی دارن ما نداریم، ما یه چیزی داریم اونا ندارن. اینا اصل معامله است، اصل تجاریه، نه به سیاست ربط داره نه به نظامیگری ربط داره. یعنی آقای پزشکیان شما اصلا خودتو ناراحت نکن، شما دکتر متخصص که نمیتونه دو تا بونگای دهن به دهن بشه که اون حریفش امثال منه، بذارش جلو من چنان بیابونای یزد و کرمان رو بهش بفروشن برای شهرک سازی بکنه که خودش بشه مشتری اول سازهای خودش. یه جایی هم یاد گرفتیم فقط رگ گردنمون بیاد بالا، آی اینجا مال ماست، آی اینجا به اسم ماست، آی اونجا به اسم ماست. آقا اونور آب که شما هستید، ببین یه دونه چهارشنبه سوری که شما میگیرید تا یک ماه بعدش کف کوچه و خیابونتون رو نمیشون نگاه کنید، از اینقدر که جای ترقه و چه میدونم بمب و نارنجک و نمیدونم اینا سیاه آشغال کف خیابونه جمع نمی‌کنید. ساحلای ایران هیچ کدوم نمیشه نگاه کنید اینقدر که آشغال توی ساحله. عوضش این طرف ساحل کشور عربی برق میزنه، یعنی واقعا آب تمیزه. دلیلش چیه؟ تقریبا در روز دارم میگم $1,000,000 فقط امارات هزینه پاکسازی دریا رو داره میکنه. یه بار اومده بگه آقا این همون دریاست، منم دارم پاکسازی میکنم، بیا شما منقدر بده یا سهمتو بده یا فلان کن. دریاست دیگه، آبراه دیگه، همش به هم وصله. ببینید یه دونه بشکه نفت تقریبا $65 فی میخوره، همون BBL معروفه، یعنی 158.9 لیتر دیگه. خب تقسیم کن ببین میفته چقدر، میفته تقریبا لیتری 40 سنت. هر یک لیتر، نه هر بشکه ها، هر یک لیتر نفتی که نشت میکنه از کشتی‌های نفتکش، از کشتی‌های باربری تو آب، امارات داره بابت هر 40 سنتش $50. یعنی چند برابر؟ خود 40 سنت 2 برابر و نیمش میشه $1. بابت هر یه دونش امارات $50 داره خرج میکنه که آب دریا، آب خلیج رو تمیز نگه داره. ما ایرانی‌ها فقط بی‌ادبی، حالا زبونمون درازه، فقط برای ادعامون میشه. آیا همونقدر که برای این آبراه، برای تمیز نگه داشتنش هزینه میشه یا یه دونه آشغال مردم نمیریزن، ما اونور این کارو میکنیم یا نمیکنیم؟ خدا وکیلی میکنیم؟ قطعا نمیکنیم. 13 به در یه روز بعدش 14 فروردین برید بیرون نگاه کنید، اصلا میشه اونجایی که روز قبلش رفتی طبیعت گردی نگاش کنی؟ اصلا من به اون روحانی که حالا اصطلاح عامیانش مثلا میگیم آخوند، بهش گفتم آقا اگه اجازه بدی من دعوتت کنم بیای دبی، اینجا با هم یه ویدیو ضبط کنیم. برگشت که اولا من حاج آقا نیستم. گفتم چرا؟ من پول ندارم برم مکه. اگه میخوای این کارو بکنی من دعوت کن برم، یعنی هزینه کن برم اونور. و گفتم آقا ما بونگای جماعت با پولمون تمیز نیست، بدتر خراب میکنیم مکه شما رو. میخوام بگم که ببینید واقعا آدمای دلصاف دور و برتون هست، ولی شما همه رو دارید به یه چشم میبینید، ایراد رو بزرگ میکنید، خوبی رو اصلا نگاه نمیکنید. کارتون شده مثل شبکه من و تو و اون یکی شبکه که فقط بلده سفره خالی نشون بده، چیزای منفی نشون بده. یه دونه این مثبت‌ها رو نشون میده نه. بفرستید، اگه نشون داد خیابوناتون رو بفرستید. اونقدر که تو ایران پورش و بنز و BMW و حضرت چیه لنکروز هست، آیا تو اینجا هست؟ خیر. نشون میدن؟ نه. رستوران ها رو نشون میدن؟ نه. کنسرت ها رو نشون میدن؟ نه. هیچ کدومو نشون نمیدن. دلیلی هم نداره نشون بدن. من تو بودجهشون کجا داره تامین میشه؟ برای چی نشون بده؟ حق دارن نشون ندن. منتها شنونده باید عاقل باشه. شنونده که یعنی تو و من. این پیج من همه ویدیوش سر جاشه دیگه. برید نگاه کنید 1.5 سال پیش چقدر بهتون گفتم آقا برید سرمایه گذاری کنید روی باتری خورشیدی، روی تولید انرژی پاک، روی تولید برق، روی دامپروری، روی پرورش دام و طیور، روی نمیدونم کشاورزی. کی گوش کرد؟ هیچی. فقط یاد گرفتید که یعنی تنبلی یاد گرفتیم، پولمون رو بدیم فلان سازنده یا فلان شرکت سازنده یه چیزی بسازه بفروشه، شاید سود کنیم. میشد الان دیگه عمرم بشه هیچ کجای خاورمیانه همچی خبری نیست. یعنی از سرت بیرون کن که بخوای پول بدی جایی برای چیزی بسازن، تحویل بگیری، بفروشی و سود کنی. اصلا سر وقت تحویلت بدن یا ندن، اصلا داری میخری چند بتونی بفروشیش. پس کلا از این فازه برای ابد بیا بیرون، دورانش کلا تموم شده. بعد من عینک آورده بودم بزنم براتون، تیپ بزنم، یه ذره کلاس بذارم، خارجیشم برندبازی درارم، نشد، دیدم تاریک. تیم آخر ویدیو عینک بزنیم، یه پوز عینک هم بیاین دیگه. چیکار کنیم؟ چیزی نداریم، دار ندارمون همین است. خداحافظ.